در 3 ماه اول سال جاری از روسیه 22,000 مهاجر را بیرون کردند. شماره اخراج شده ها نسبت به همین دوره سال 2023 قریب 2 برابر زیاد شده است. در این باره تلگرام کانال ویورسک با تکیه به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه اطلاع داده است. وزارت کارهای داخلی گفته است همچنین موردهای اجازت ندادن مهاجران برای ورود به روسیه به مراتب افزایش یافته است. همین طریق از ماه ینور تا اپریل سال جاری حدودی 79,000 شهروند خارجی حق درآمدن به این کشور را پیدا نکردند. آمار مذکور در قیاس به 1 سال پیش 30% زیاد بوده است. بجز این 40% دادن اجازت برای حق اقامت موقتی و 20% اجازت برای زیست دائمی کم شده است. وزارت کارهای داخلی روسیه سبب‌های افزایش میزان اخراج مهاجران را شرح نمی‌دهد. اما حساب‌های این نهاد نشان می‌دهد که حالت‌های قانون ویرانکنی‌های مربوط به تشکیل مهاجرت غیرقانونی نیز 2.5 برابر افزایش یافته است. هفته روان در دومه دولتی درباره ضرورت تشدید سیاست مهاجرت صحبت کردند. قانونگذاران پیشنهاد دارند مهاجرانی که مهلت بود و باششان در روسیه به آخر رسیده است فوراً اخراج کرده شوند. علاوه بر این وکیلان ضرور می‌شمارند در سطح قانونگذاری خریدن هر گونه سلاح در دوام 5 سال بعدی گرفتن شهروندی به مهاجران منع گردد. بعدی حمله به تالار کنسرتی کراکوس صدها مهاجران تاجیک از روسیه اخراج گردیدند و یا به خاک این کشور راه داده نشدند. مقامات روس یکی از راه‌های حل این مشکلات را در آن می‌بینند که شهروندان تاجیکستان قبل از سفرشان به روسیه در وطن تمام رسمیات را انجام بدهند. شروع از تفتیش حجت‌ها تا گذشتن از تشخیص طبی. با این هدف روز 28 می در دوشنبه با حضور وزیر کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان نمایندگی خدمات شناسنامه و روادید این کشور افتتاح یافت. این مرکز امکان می‌دهد که سبب‌های منع ورود مهاجر قبل از سفر به روسیه مشخص شده ثبت نام بیومتری شهروندان تاجیکستان صورت گیرد و خدماتی که روسیه برای مهاجران فراهم می‌آورد معرفی شود. سامانه MVD میدیا اطلاع می‌دهد که به این وسیله نهادهای دولتی روسیه می‌خواهند هر گونه میانه‌روها در ثبت نام و تامین کار و اقامت مهاجران را برطرف کرده خرج پول و وقت مهاجران را کاهش دهند. نمایندگی روسیه در بنای خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شهر دوشنبه قرار دارد. در آن شهروندان تاجیکستان که می‌خواهند برای کار به روسیه بروند امکان خواهند داشت قبل از سفر ایزی انگشتانشان را که اکنون در روسیه حتمی شده است سپرده آگاه شوند که برای ورود به این کشور حق دارند یا نه.